إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. همگی به یاد داریم برنامه گذشته را که درباره نبی خدا سلیمان علیه السلام بود. خداوند او را در بیت المقدس میرانید و این چنین درباره نبی خدا عزیر علیه السلام سخن گفتیم که چگونه خداوند قدرتش را در زنده کردن مرده ها و زنده کردن زمین نشان داده بود. خداوند ذوالجلال هیچ امتی را و هیچ دهه‌ای را ترک نکرده است مگر اینکه به سوی آنها نبی فرستاده است. بلکه خداوند درباره امتها و دهه‌ها چنین میگوید: وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. چنانه که گفته شده است برای بنی اسرائیل هزارها پیامبران و رسولان فرستاده شده است، زیرا که خداوند خود میگوید مایان رسولان را پی در پی فرستاده ایم. این برای آن است که تا مردم برای خداوند حجت نآورند بعد از پیامبران، یعنی برای هیچ یک از انسانها در روز قیامت نزد خداوند عذری نمیماند. مایان اکنون در دوره‌های اخیر بنی اسرائیل قرار داریم. در زمان نبی خدا زکریا علیه السلام 2000 سال زیادتر پیش از زمان خودمان، زکریا را خداوند با محروم ساختن از فرزند امتحان کرده بود. کلانسال شده بود، مویهای سرش سفید شده بودند. با وجود این همه خداوند ذوالجلال برای او فرزند نداده بود. زنی او زنی نازایی بود، بی نسل بود. و به زودی در قصه مریم عذرا علیه السلام می‌دانیم که زکریا علیه السلام کفیل او بود. در بیت المقدس برای او طعام می آورد، لیکن عجیبی در آن بود که هرگاه زکریا به نزد مریم که او جوانی خردسالی بود و بیت المقدس داخل می‌شد تا با او طعام بدهد، نزد او طعام‌ها و رزق‌های را می‌دید. طعام‌های تابستانه را در فصل زمستان و طعام‌های زمستانه را در فصل تابستان در نزد او می‌دید. این چنین عبادت او، کرامت او را می‌دید. اینجا زکریا علیه السلام فرزند خواست. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اینجا زکریا علیه السلام خداوند را دعا کرد. از خداوند میخواست تا با او فرزند عطا کند، زیرا زکریا علیه السلام میدانست اینکه خداوند را هیچ چیز عاجز نمیگرداند. با وجودی که کلانسال بود، پیرانسالی او را ضعیف و ناتوان کرده بود و زنش زنی نازایی بود که تولد نمیکرد. خداوند از خودش خبر داده میگوید: به کسی خواهد دختر میدهد، به کسی خواهد پسر میدهد، یا کسی را پسر و دختر میدهد و کسی را خواهد بی نسل میگرداند. زکریا علیه السلام به این چیز یقین داشت و دانست که خداوند را هیچ چیز عاجز نمیگرداند. خداوند را دعا میکرد تا به او فرزند بدهد. پی در پی شب زنده‌داری میکرد. در آخر شبها نماز میخواند، دستهایش را برداشته دعا میکرد. إذ نادى ربه نداء خفيا. به این دعای پنهانی بین او و بین خداوند نگرید. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هر دعایی کردم و تو آن را اجابت کرده ای خدا. این دعای من از تو میخواهم به من فرزند عطا کنی. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله ربی رضیا. ای پروردگار من فرزند میخواهم، فرزندی صالح از من پیامبری را به ارث برد، دعوت کردن به سوی تو را از من به میراث برد، عبادت کردن تو را از من به میراث برد. خداوند ذوالجلال را دعا میکرد. ملائک به زکریا علیه السلام گوش میدادند. خداوند را دعا میکرد. چی میخواهد از دنیا؟ چیزی دیگری نمیخواهد، تنها فرزندی صالح میخواهد از این دنیا. این است امتحان خداوند ذوالجلال برای پیامبرانش. نبی را خداوند به بی فرزندی گرفتار کرده است.
این چی مصیبت است؟ پیامبران بسیارتر در بلاها گرفتار می شوند، سپس کسانی که از پی آنهایند و بعد آنها کسانی که از پی آنهایند. خداوند را دعا می کرد، می گفت ای پروردگار من، به درستی که استخوان در بدن من سوز شده است و سری من از جهت سفید مویی به رنگ آتش شعله زده و در دعای تو ای پروردگار من بی بهره نبودم. و اینی خفت الموالی من ورایی و كانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. زکریا علیه السلام گفت ای پروردگاری من، همسری من نازای است، من باشم پیر شدم، لیکن با این وجود از تو امید دارم که به من فرزند عطا کنی. در یکی از شبها که زکریا علیه السلام خداوند ذوالجلال را عبادت میکرد که ناگهان ملکی به نزد او آمد و گفت ای زکریا، ای زکریا، خداوند به تو مژده میدهد. گفت به چه چیز مرا مژده میدهد؟ با او گفت به فرزند تو را مژده میدهد، نام او یحیی است. لم نجعل له من قبل سمیا. الله اکبر. مرا خداوند به من مژدگانی فرزند را میدهد؟ چگونه؟ زنی من بی نسل است و من به کلانسالی و ناتوانی رسیدم. ملائک با او گفتند كذلك قال ربك هو علی هین وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. یا زکریا، الله عز وجل، ای زکریا، خداوندی که تو را از هیچ چیز آفرید قادر است که به تو فرزند بدهد، اگرچه تو پیر شده ای و زنت که اصلا نمیزاید. لا تلد. قصص نور قصص قصص نور قصص. زکریا علیه السلام را وقتی که به فرزند بشارت داده شد بسیار شاد شد، زیرا او میدانست که فرزندی که خداوند او را یحیی نام گذاشته است او فرزند عادی نیست، بلکه او یکی از پیامبران خواهد شد، یک پیشوا و نبی و یکی از صالحان خواهد بود. زکریا علیه السلام بسیار خوشحال شد، خصوصا بعد از آنی که به فرزند بشارت داده شد. در آن سین و سالی پیران سالی با وجود زنی نازایش، خداوند او را با پسری بشارت داد که در آینده نبی خواهد شد. در این لحظه ها زکریا علیه السلام خداوند را دعا کرد، خداوندا برای من یک نشانه، یک علامت بینما که بر رسیدن آن طفل دلالت کند. خداوند ذوالجلال به زکریا علیه السلام گفت آن نشانه و آن علامت برای رسیدن این طفل آن است که تو 3 شبانه روز سخن نمیگویی. در آن روزها تو سخن گفته نمیتوانی، تنها با اشاره ها به مردم سخن میگویی، با اشاره ها به آنها پند میگویی. قال رب اجعل لي آیه. قال آیتك الا تكلم الناس. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. روزها میگذشت و فعلا چنین هم شد. نبی خدا زکریا علیه السلام سخن گفته نمیتوانست. فخرج على قومه من المحراب. زیرا که عادت او عبادت کردن و در محراب ایستاده خداوند را مناجات کردن بود، یا اینکه مردم را به سوی خداوند دعوت میکرد. از محراب به سوی قومش برآمده دید که او سخن گفته نمیتواند. اینجا بود که گفت خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. این همان لحظه وعده داده شده است. زکریا علیه السلام را زبانش بند شده بود، با مردم با اشاره سخن می گفت، آنها را به سوی خدا می خواند، می گفت که در اولی روز و در آخری روز نماز بخوانید. سبحوا بكرة وعشيا. و فعلا خداوند به او فرزندی خوب و صالح و زیبا عطا کرد که در آینده پیشوای مردم و یکی از انبیای صالح خواهد شد. او یحیی علیه السلام است، پسری خاله عیسی علیه السلام، و خاله اش مریم عذرا پیشوای زنهای عالم است. سیدة نساء العالمین.
یحیی علیه السلام در خانه پیامبر بزرگ می شد، در خانه زکریای نبی. او یک نبیه که پسری نبی است. آن کودک در این خانه همچون یک صالح بزرگ می شد، در درون ایمان بزرگ می شد، غرقی در طاعت بود. هنگامی که او خردسال بود، خداوند برای او حکم، عقل و حکمت داد و ما حکم را به آن کودک دادیم. در یکی از روزها کودکان بازی داشتند. او نیز طفل خردسالی بود. او را ندا کرده گفتند: ای یحیی پسر زکریا. گفت: بله. گفتند: بیا بازی بکنیم. با آنها گفت: ما برای بازی آفریده نشده ایم. ما برای بازی آفریده نشده ایم. وآتیناه الحکم صبیا. خداوند ذوالجلال برای او حکم و حکمت و ایمان داده بود. بسیاری وقتها به سوی جنگلزارها می رفت، بین درختان سیر می کرد، از برگهای آنها می خورد و از نهرهای آنها می نوشید. گاهها از ترس خدا نشسته گریه می کرد. در یکی از روزها پدر و مادرش او را گم کردند و 3 روز او را جستند لکن نیافتند. بعد از 3 روز او را پیدا کردند. او را از یک چخوری یافتند که آن را خود کنده بود و آنجا نشسته بود. با او گفتند: ای نبی خدا. با او گفتند: ای یحیی. او نبی بود. چه چیز تو را اینجا آورد؟ او در آن چخوری نشسته گریه می کرد. گفتند: چی کار می کنی؟ گفت: ای پدر. با پدرش سخن می گفت. ای پدر، آیا با من خبر نداده بودی که بین جنت و دوزخ بیابانی است که تنها گریه کنندگان آن را می برند؟ گفت: آره ای پسرم. گفت: ای پدر، من برای آن گریه می کنم که آن صحرا را ببرم. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بلکه یحیی علیه السلام بهترین زاهدان بود. برگ درخت را میخورد، از آبی دریا می نوشید و روزهای دراز گرسنه میماند، نمیخورد و نمی نوشید از شدت گرسنگی. این را برای کی میکرد؟ به خاطر خداوند ذوالجلال. از دنیا چیزی نمیخواست. به قومش مینشست، آنها را به سوی خدا دعوت میکرد، آنها را پند میداد و گریه میکرد. در نیکی به پدر و مادرش از بهترین کسان بود. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تقوا، ایمان. دلش پر از ایمان بود. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه فلم يكن يرد. هیچ فرمانی آنها را رد نمیکرد. بهترین کسی بود که با پدرش نیکویی میکرد. پدرش کی بود؟ زکریا علیه السلام. مادرش کی بود؟ مادرش خواهری مریم عذرا بود. این چی عائله است؟ چه خوش امتی اند اینها؟ از آنها یحیی برآمد. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. دلسوز بود، حلیم و پرهیزگار بود، خدا ترس بود، بسیار گریه میکرد. علیه السلام. کی؟ همان یحیی، همان کودک، یحیی که در درون ایمان زندگی میکرد. بزرگ شده بود. خداوند ذوالجلال درباره یحیی چنین میگوید: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
سه مرحله است که انسان به خداوند سخت احتیاج دارد. خداوند یحیی علیه السلام را در این سه مرحله سلام داده بود. هرگاه انسان تولد می شود، از یک حیات به حیات دیگر می گذرد، از شکم مادر به حیات دنیا می آید. خداوند به او سلام داد. دوم آن است که هرگاه انسان بمیرد، از این دنیا می براید و به حیات دیگر می گذرد. سومی آن است که هرگاه مردم از قبرهایشان برانگیخته شوند. در این سه حالت خداوند به یحیی علیه السلام سلام داده است. والسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. زاهد بود، لباسهای فقیرانه می پوشید، طعامهایی که مردم آنها را به نظر نمی گرفت از آن طعامها می خورد، با فقیران می نشست، با مسکینان می نشست. خداوند بندگانش را وصف کرده است. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. یحیی علیه السلام از دنیا چیزی نمیخواست. چگونه ای که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفته است: من در این دنیا به مانندی سواره هستم که زیر سایه درخت کمی نشسته، سپس آنجا را ترک میکند. بین درختان می نشست و از برگ درختان می خورد و خداوند را تسبیح می گفت، نماز می خواند، عبادت می کرد، می نشست و در آفریده های خداوند فکر می کرد و از ترس خدا گریه می کرد. و یخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. یحیی علیه السلام با همراهی پدرش زکریا و مادرش، اینها یک خانه صالحان بودند. در این خانه بزرگ شده بود. در این عائله نشأ و نما یافته بود. یحیی علیه السلام بزرگ شد. در نزد پدرش تربیت یافت. همان نبی صالح. از نزد او تربیت نماز و عبادت، زهد و تقوا، پرهیزگاری، تقوا و خدا ترسی، گریه از ترس خدا را گرفته بود. بسیار پند میداد، بسیار دعا میکرد، بسیار ذکر خدا را میکرد. این یحیی علیه السلام و پدرش زکریا علیه السلام بودند. چه خوش عائله خوب و چه زندگی شیرینی داشتند. قصص نور قصص قصص نور قصص. یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام با پدرش زکریا علیه السلام، همان پدر پیرش، در یک زندگی پر از دعوت به سوی خدا، پر از ایمان و عبادت زندگی می کردند. لیکن بنی اسرائیل که بسیاری از پیامبران را کشته بودند، زکریا علیه السلام و اهل او را قرار نگذاشتند. این پیرمرد زکریا علیه السلام دانست که بنی اسرائیل نیت کشتن او را دارند، از خانه اش بیرون شد. او را می جستند. او به جنگل درآمد، بین درختها می دوید و بنی اسرائیل از قفایش بودند. در دستشان اره میخواستند نبی خدا را دو نصف کنند. زکریا علیه السلام دید که درخت برای او گشاده شده بود. خداوند به این درخت اجازه داده بود تا باز شود. درختی کلانی بود. زکریا علیه السلام به آن داخل شد. وقتی که درخت محکم شد، ابلیس آنجا حاضر شد. یک جزء از لباس زکریا را گرفته بیرون کشید. درخت محکم شد. ابلیس مکان زکریا علیه السلام را به بنی اسرائیل نشان داد. بنی اسرائیل نزد درخت جمع شدند. آن درخت را اره می کردند. داخل آن کی بود؟ نبی خدا زکریا علیه السلام. وقتی که اره به زکریا علیه السلام رسید، از درد نالیش کرد. خداوند گفت: ای زکریا، اگر نالیشت بس نشود، من این زمین را با تمام داراییش زیر و رو میکنم. زکریا علیه السلام خاموش شد. این رحمت او برای این امتش بود تا که خداوند آنها را هلاک نکند. او را با اره دو نصف کردند. نصفين اثنين أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بل میگویند در فلسطین سنگی است که در آنجا 70 نبی را کشتند. هیچ نبی را نگذاشتند، یا اینکه دروغش پنداشتند، یا کافر شدند، یا مسخره کردند، یا اینکه آنها را کشتند. زکریا علیه السلام را با اره بریدند. کی ماند اکنون؟ پسرش مانده بود، یحیی علیه السلام. این جوان مانده بود. اکنون او امر به معروف و نهی از منکر می کند. آنجا یک پادشاهی بود، میدانست که یحیی علیه السلام یکی از انبیا است. زنی از خویشاوندانش به این پادشاه دل بست، خواست با او ازدواج کند. در شرایط آنها این چیز جایز نبود. پیش از این که ازدواج کند، آن دختر خود را به این پادشاه نزدیک میکرد. میخواست او را به زنی بگیرد تا اینکه چیزی از دنیا نصیبش گردد. مادرش هر روز او را به نزد پادشاه روان میکرد تا که خود را به او نمایش دهد. پادشاه گفت به یک شرط با تو ازدواج میکنم. گفت آن شرط چیست؟ از نبی خدا میپرسم، اگر اجازه داد تو را به زنی میگیرم. نزد یحیی علیه السلام آمدند. گفت آیا اجازه است که من با این زن ازدواج کنم؟ یحیی دل به خداوند داده بود. گفت قسم به خدا جایز نیست. به تو جایز نیست که با این زن ازدواج کنی. آن پادشاه از این ازدواج دست کشید. آن زن آمده پرسید ازدواجمان کی صورت میگیرد؟ به او گفت تو یک شرطی مرا قبول کرده بودی. او مرا از این ازدواج باز داشت. آن زن غمگین شد، به نزد مادرش آمد. مادرش به او گفت خود را آراه بده، خود را آراه بده و در نزد پادشاه خود را نمایش بده. او را مفتون خود بکن. او با تمام زیب و زینت نزد پادشاه آمد. به درستی که مکر زنها بزرگ است. پادشاه وقتا که خواست به او نزدیک شود، گفت نه، به من هرگیز دست نمی رسانی مگر به یک شرط. گفت چیست آن شرط؟ با او گفت می روی و یحیی را می کشی و سرش را برای من می آری. گفت هیچ مشکلی نیست، او نبی خدا است، لیکن این کار برای آنها آسان است. لشکرش را روان کرد، سر یحیی را برای من بیارید. یحیی که بسیار گریه می کرد، همان بنده خدا، همان نبی خدا، همان مرد حکیم، از کودکی در طاعت خداوند کلان شده بود. به نزد او در آمدن که او نماز می خواند. در محرابش ایستاده نماز می‌خواند. شمشیر را گرفته سری او را بریدند. آن را در جاگه گرفتند. خونها جاری می‌شد. سری او را زود به سوی پادشاه ظالم بردند. آن زن در نزد او بود. مادرش نیز در پهلویش بود. سری یحیی را به پادشاه آوردند. هر کی با دوستی من دشمنی کند، به تحقیق با او جنگ اعلان میکنم. سری او را در آوردند. آن دختر خوشحال شد، شاد شد. و پادشاه گفت اکنون با تو ازدواج میکنم. اکنون من برای تویم. خداوند اجازه داد. زمین زیر پای آنها شکافته شد و آن زن را با خود برد. مادرش فریاد میزد. زمین او را فرو می‌برد. امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. آیا از آن ذاتی که در آسمان است در امان میمانید؟ او زمین را زیر پای شما به لرزه می‌درآورد. آن زن را فرو برد. مادرش به او نگاه میکرد. مادرش به دختری خود نگاه میکرد. زمین او را فرو میبرد. آره، زکریا کشته شد. آره، یحیی علیه السلام کشته شد. هر دو را کشتند. بنی اسرائیل چنینند. اگر یکی از انبیا را نمیخواستند او را میکشتند، یا اینکه او را انکار کرده به او کافر میشدند، یا اینکه او را میکشتند. آیا نبود هرگاه پیامبر آنچه را نزد شما آورد که نفسهای شما آن را دوست ندارد، سرکشی کردید، پس گروهی را دروغ داشتید و گروهی را کشتید. زکریا علیه السلام را اره کردند و سر یحیی علیه السلام را بریدند. و اینجا یکی از صفحه های انبیا پوشیده شد. در برنامه آینده ما یک قصه بزرگی داریم پیش از آن که از نبی دیگری شروع بکنیم. قصه ای که این قصه عذرا است. قصه ای که قصه پیشوای زنان عالم. کیست او؟ او مریم است. قصه او چه عبرت‌هایی دارد، چه قصه زیبایی دارد. او پیشوای زنان و فخر آنها است. او مریم عذرا است. چگونه تولد شد، چگونه کلان شد، در کجا بزرگ شد.
این زن در کجا زندگی کرد؟ این پیشوا در کجا تربیت یافت؟ پیشوای زنهای عالم، مریم عذرا، که در قصه های زیبای آن عبرت ها است. بزودی در برنامه آینده خواهیم شنید. حتى نلقاكم إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور